آیا من میتونم مثل عمر فاروق رضی الله عنه شوم؟ آیا من میتونم مثل ابوبکر صدیق شوم رضی الله عنه؟ آیا من میتونم مثل علی رضی الله عنه شوم؟ آیا من میتونم یک دختر مسلمان یا زن مسلمان، آیا من میتونم مثل بی بی عایشه صدیقه و المؤمنین رضی الله عنها شوم؟ جوانای ما میتونن مثل عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شوه که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که اللهم فقهه، یا الله او را فقیه بگردان. در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما و شما میگه که شما نه تنها میتونین مثل صحابه شوین، بلکه شما میتونین مثل 50 صحابی شوین.